حالا در ادامه روش خوشه بندی، روش دومی که هست روش سلسله مراتبی هست، همونطور که خدمتتون گفتیم. تو اینجا دیگه تعداد خوشه ها رو ما مشخص نمی کنیم، برخلاف روش کامینز. میایم چیکار میکنیم؟ اینجا بر اساس فاصله اقلیدوسی که هست، انگار تمام مجموعه داده توی یک خوشه قرار میگیرن. حالا دونه دونه فاصله اقلیدوسی داده ها از هم محاسبه میشه و بر اساس میزان فاصله که مد نظر کاربر هستش، تعداد خوشه و اعضای خوشه مشخص میشه. حالا ما توی نرم افزار ما حالا بر اساس حجم نمونه کم انجام میدیم که لحاظ نموداری خیلی نمودار بزرگی نشه اون بحث دیاگرامش. تو بحث خوشه بندی سلسله مراتبی تمام متغیرها رو داخل انجام میدیم و وارد میکنیم، توی پلات دیاگرام رو میزنیم و اوکی رو میزنیم. توی این موارد اون چیزی که برای ما مهم هست این نمودار دیاگرام. البته تو خوشه اول دوم و کارهایی که انجام شده ضرایبش محاسبه شده، منتها اون چیزی که توی خوشه بندی و اون نمودار هست، این نمودار هست که حالا اگر بخوایم لندسکیپ کنیم و چرخشش کنیم، به این صورت میشه نموداری که ما داریم میشه همون نموداری که ما توی آموزشمون خدمتتون نشون دادیم. توی فاصله اقلیدوسی 25 اگر در نظر بگیریم، تمام داده ها توی یک گروه هستن. اگر میزان فاصله رو کم کنیم، چون فاصله کمتر برای ما مهم هست دیگه، وقتی بیایم فاصله رو 15 در نظر بگیریم، ما دو گروه یا دو خوشه داریم. خوشه اول میشه مقادیری که تو این قسمت هستن، خوشه دوم میشه مقادیری که تو این قسمت، که شمارهشون رو برای ما مشخص کرده. یعنی اگر فاصله اقلیدوسی 15 یا حتی 10 به بالا باشه، نمونه های 6 19 11 17 15 16 توی یک نمونه قرار میگیرن و نمونه های 1 18 و این موارد توی گروه دیگه قرار میگیرن. اگر فاصله اقلیدوسی رو مثلا 8 در نظر بگیریم، یعنی فاصله رو 8 بگیریم، یعنی یک خطی رو به این صورت در نظر بگیریم، تو 3 نقطه قطع میکنه. پس نقطه اول میشه مثلا اینجا، یعنی کل این نمونه هایی که اینجا هست از 4 3 10 13 تا 1، اینا میشه یه خوشه. نهمی و چهارمی میشه یک خوشه دوم، ما بقیه میشه خوشه سوم. اگر فاصله رو بیاریم توی مثلا فرض کنید مقدار 4 در نظر بگیریم، یک خوشه، دو خوشه، سه خوشه، 4 و 6 خوشه، 5 و 6 خوشه، 6 خوشه تشکیل میشه. پس تو روش سلسله مراتبی بر اساس اون میزانی که فاصله اقلیدوسی که ما میخوایم در نظر بگیریم، تعداد خوشه ها برای ما مشخص میشه. پس اگر بخوایم دو خوشه در نظر بگیریم، همه این موارد یه خوشه، همه این موارد یه خوشه. اگر بخوایم سه خوشه در نظر بگیریم، این مقدار، این قسمت. پس بر اساس این که یک خوشه، دو خوشه، سه خوشه، 4 خوشه یا بیشتر بخوایم در نظر بگیریم، ما میتونیم اینجا انتخابمون رو انجام بدیم. پس تو روش سلسله مراتبی که خدمتتون عرض کردیم، تعداد خوشه ها مشخص نیست و ما بر اساس اون فاصله‌ای که هست تعداد خوشه ها رو میتونیم تنظیم کنیم و تعیین کنیم، که اینم یک نوع روش خوشه بندی هستش.